به نام خدا. سلام، وقت بخیر بیننده های عزیز. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. بازم بیننده های عزیز، کریمه محمدی هستم از کانال یوتیوب آوای نیلگون. خب دوستای عزیز، قسمی که میبینین ما در سر کو آمدیم، بال شدیم. البته یک ذره ناوقت آمدیم در دروازه شیدان در امی ایلاق منی کوک. ما را همراه باشین. ما میریم تقریبا یک 20 دقیقه یا 30 دقیقه دیگه باز راه مانده تا بریم در خود ایلاق برسیم. ما رو بیننده باشین که اونجا مردم مصروف چه کار هستن و چه کارا میکنن. تقریبا یک ساعت پیاده روی کردیم تا اینجا رسیدیم. دیگه کلگی جمع میکنم و وسایل و هیزم و خیمه های خود جمع میکنم و در جایی که در زمستان گرم است و خانه داره. شکر فضل خدا بخیر بشین. سلامتی بخیر. خدا رو شکر فضل خدا. شکر دی. چطور است دیگه اینجا ایلاق دمیجا هستین دیگه نه؟ ایلاق ما اینجا این قریه منطقه دروازه میگه. این ایلاق ما به نام ایلاق منی کوک است. منی کوک اینجا چند خانه یک میله آمده بودیم. این ایلاق ما. اینال وقت پرش ده بخیر تا میشم تگاو مریم. باز آله چی وقت مورین شما از اینجا؟ از اینجا بخیر نه صبح تا میشم موریم. تا قشلاق موریم. تگاو. از اینجا که شما حرکت میرین مثلا چقدر ساعت راه تا چقدر ساعت اینجا میرسین؟ یعنی از اینجا دمونجا یک کنیم ساعت پیاده روی داره. یک کنیم ساعت؟ خیلی اولاق موریم یک کنیم ساعت. در اونجا باز خانه یا؟ اونجا خانه ای بله. در اونجا بازم اصلا نفر یا نیست؟ پاکش ما میجا مده؟ نه پاک ما مینجی. چند فامیل هم اینجا حاله؟ یعنی مینجی 13 خانه ایمو فامیل شاید باشه یک 20-22 فامیل. خانه 3 خانه 13 خانه ای. 13 خانه نه؟ آره. باز شما در کدام ما میل ایلاق در مینجی؟ ما مینجی در 20 جوزا. 20 جوزا میل؟ بله. چه وقت میشینید؟ ولی میزان فکر ولی میزان تو میشه. آره خوب. باز چقدر اینجا گاو گوسفند مال دارین؟ همینجا گاو گوسفند در مردم 20 دانه 30 دانه 40 دانه اونطور رقم مردم بازی کلتر بازی کمتر داره. ما خود مشکور یک 30 دانه مال داریم. با چطوره اینجا خوب است مال که اینجا میرن به خاطر بهار دیگه به خاطر همی شیر خوبتر بشه سرزمین چه سرسبز دیگه یعنی اینجا بهار سرزمین چه خوبه مردم میانیم اینجا وقت خوب تر میشه از بابادی شیر و از بابادی خودانی مردم هم اینجا خوشه. کاکا یگان دانه دو بیتی یگان شعر یگان آهنگ هر بیت مایت یاد دارین شما که اینجا هستین دیگه اینجا سرزمینی هست که مثلا در دل خدا رو مثلا این طرف چکر میزنین راحت هستین دیگه یگان دو بیتی اگر یاد دارین دزا بخونید. چون دو بیتی یادم نداریم ولی که شما خواهش کردین خیر یک دانه دو بیتی پیش ما میخوانیم. خیر بینید ولی شما خواهش کردین خب بخونیم دیگه؟ آره بخون کوکای. خب صحیح. أخ الله
آخ نشانی یار بجبی وشکتی من نباشد به وفایی خصلتی من آخ به هر جای یار گرفتم یاری جایل کمر بسته به قصدی کشتنی من خلا دختر نکو دولو درشی گلی سر خیازی بیتر نموشی شید ممورم خون بار اومشی خواه ایره کار کدید شما اینجی؟ یکم نمزنیم به خاطری که زیاف نرم است نمخوره یکم نم که بزنیم مخوره مخورم ترینی؟ روز امیر خمونه؟ نه دو روزی پاس روزی پاس بیراز خاطری چی منه نرقم که؟ به خاطری که مال اگذاره چرا کنه نه رال که نمک نخوره زیاف باز احتیاج پیدا میکنه نمک چرا نمیکنه بسمالات هم که باشه آره با اجازه سایه نو بلده ولماده ویل بیا مرغکی خال خانماده ویل بیا مرغکی خال خال خیره وی نفس داریم تنیبه حالماده وی نفس داریم تنیبه حالماده خلاص شد؟ من ده باز بخونید وی نویسم نامه‌ای از بنوایی و ببندم با پری مرغی هوایی وی ببندم با پری مرغی هوایی بیبر مرغک به دستی دل برم ده وی بیگا سر داد و بداد از جدایی وی بیگا سر داد و بداد از جدایی دیگه بس خلاص بیننده های عزیز ما رسیدیم دیگه در ایلاق اینجا یک خیمه هست خیمه رو میگیریم دیگه ما یک دفعه داخل خیمه بریم سیل کنیم که داخل خیمه چه رقمی هست باز شما نشان میدیم یا مثلا داخل خیمه دما اینجا سمسه چای آورده گلاس آورده دیگه بالاخره که رسیدیم خیلی یک جای خوبش هست زیبای قشنگه دیگه آدم یک احساس راحتی میکنه اینجا خیلی یک احساس راحت میکنه باش که ما رفتم قیماق آوردیم دیگه یعنیش هم که شیره یا بیچاره وقت رفتنش هست دیگه ما یاد آزاب کردیم رفتیم قیماق آوردیم شیر یا دسترخوانش هم اینجا هست یا نان خانگی نان تندوری مقصد قیماق ایلاق خیلی تعریفش شنیدیم ما زیاد نخوردیم ولی دفعه اول که نخوردیم باش که چقدر مزه خیلی مزه دارم اینجا شیشان بخوریم خیلی دیرش شیر نخوریم دست وزید
شیرینی خیلی مزه داره، خیلی طعم خوب شده. جاشون خالی دیگه. چطور کاکای خوبی؟ الحمدلله شما خوبین؟ شکر خود. چطور خوبی؟ شکر فضل خدا. چطور قد زندگی در علاق؟ خوبی بد نی. تیر میشه. همینطور گاهی خوب، گاهی بد، گاهی گرمی، گاهی سرد. نره دیگه. از بعد هوا یخ شده موره. از هوا یخ شده موره، ملگا کویا برف میزنه. نره دیگه. ولی هم دو شب پیش اینجا باران رفت، خیمه‌مون بخیاو گرفت. لباسایمون تار شد. بازم دو بلک شدیم، مشتکار رایی کردیم. این مال یک چند این تو بچهای جوان، یک بابایی که از خاطریم جایلاق من دیگه این درای این کجا رو بخیر بار که موری. نره دیگه، کم کم بخیر جمع کردین. آره کم کم بخیر موری دیگه. خب چه وقت مرین بخیر؟ صبح بخیر موری. صبح مرین. صبح چهارشنبه ساده استم مو، فقط اون ساده از مو ساده افطار قد نداره که چهارشنبه باشد یا پنجشنبه باشد. مقدر از مو ستاره رو سیل میکنی، ستاره حساب داره. اونم ستاره حساب موگه این روز ستاره یه نیستونه، این روز این سونه، فقط درگه خانه ستاره نه تا دمیرای تو. اینا لینیون صبح کسی در رای مونه. اینو صبح بخیر از رای مو چپ میشه، صبح گیر بخیر کجا رو تا میکنی. ستاره از خاطر گرمیش ممکن از خاطر ستاره موگه این مو مردم یک حساب داره که او ستاره که این درای آدم باشد خواهی نخواسته یک سبب سر آدم میه، یا یک مریض میشه یا یک رقم میشه. اونو دو خاطر. خب بخیر صبح دیگه ستاره درایشم نیسته؟ نه صبح بخیر ستاره نیه. نره. چطوره بازینجی او موش چطوره؟ او از کجا میکنی؟ اوشی خوبه، یعنی اینجا چشمه داره. چشمه داره نه؟ نه چشمه داره، اون ماهی خورده خود چشمه میری. دیگه اونو تقاومو که چشمه نداشتی او نداشتی، الحمدلله این سال او در منطقه ما شیر ماده. پیدوانی شد این سال. ولی در خانیم پیش خانیم شیره و. خوبه دیگه، اینجا چشمه خوبه نزدیکه دیگه. این چشمه نزدیکه. خب باز گاومال هم از اینجا او مال میخوره؟ آره گاومال هم میخوره. خشکت نمیشه دیگه؟ نه خشک نمیشه چشمه، بار زمستان است. باز زمستان خوبه که این چشمه گرما و یخ نمیزنه دیگه، و یخ میزنه چشمه نمیزنه. آره خوبه. باز اینجا برق دارین شما؟ برق چرا؟ برق این سولار داره، سولاریه. اینجا برقا میری چارج میکنی سولاریه. آره سولار بیتری دیگه. آره بیتری داره سولاره. خوبه. باز اینجا که خیمه هاش که اصلا اینطور یگان دفعه شمال بخیزه خیمه میش چی نمیشه چپه یا نه ایرو محکم میکنی، هر طرف شده میخ میزنی، ریسپان بسته میکنی، باز دو ریزی خشم ریزیت میکنی. اگه اینطور باشه که والی که کوز مری، اگه اینطور باشه بود بالا میکنه مو بره. باز هر سال دیگه اینجا مینی را جور میکنین و باز وقت رفتین پس جمع کنه مو بره. آره هر سال اینطور می باز که اما جم یک دو روز سه روز پیش میرشت کو. یالا الا سری کوی بلند ورده زاغه، دلم از پشت پاتای داغ داغه. اوی لای مادر پاتای بمیره، وی که پاتای دختر لخشم سراغه، وی که پاتای دختر لخشم سراغه. جان شبی پرسیدمش با بقراری، وی تو غیر از من کسی را دوست داری. جان میاد آخ دو چشمش از خجالت بر هم افتاد، وی میانی گریه خود گفت آره. آغم عشقت بیابان پرورم کرد، وی هوایت خاکی عالم بر سرم کرد. جان تو مو گفتی صبوری کن صبوری، وی صبوری خاکی عالم بر سرم کرد. جان از را میروی او را نازم، وی بزری چادری چشما را نازم. بزری چادری چشمای خماری، وی شیخی کم سرخی آنا را نازم.
وی الو الو مگه یک یاری درم از شادانشی شادانشی وی پوتونی ریشه دار بلشانشی وی پوتونی ریشه دار بلشانشی وی پوتونی ریشه دار بند شد در جنگل وی در جنگل وی هر کس گم را کنه غم در خانشی وی هر کس گم را کنه غم در خانشی جان سیایی سرما با چشمانی خود کن وی نظر با یاری سرگردانی خود کن جان اگر از من بدیدی به وفایی وی بکش خنجر سرم قربانی خود کن جان بکش خنجر سرم قربانی خود کن اینی خانه رو جور میکنی تنور منور که جور میکنی وقت توشت کار میری نره اینجا تنور دارن دیگه تنور داره نان میکنی در تنور خره آره خوبه دیگه با شوانه چی رقم اینجا دیگه دکویا اینطور چی نه گرگ مور گروبا و مثلا گروبا خود زیاده گرگ هم داره گرگ هر شب اینجا میون سنگی که هستن پوشت دی و چون دی وردشیه خواه بازونور اگر ما شکار کنی اگر کم کنی او با دوچ مخوره و نه هر چیز که هستم مسئله قدیمه یعنی گرگی که هستم مگه همسایه خود غرض نمیده از دور دور مخوره از همسایه خود یعنی منجا دمالی از مور نمخوره چقدر خوب بخدا اینا یک علاق دی او بر یعنی بند است اینجا که خوشحال میگه نام یک روز یک مردک می سفید میگه بس شامات گفتاتای بیاون دو دانه گرگ میگه ما رفتیم که قدیم مال دوم خود چرگیت است قدیم مال جدا شماره کنه همسایه شیه میشناسه دیگه میشناسه او بسیار بسیاره اونه دونو در مورا مخوره در بالابان مورا مخوره این از مونه غرض نمیده نزدیک هم است دیگه نزدیکه تا که اینجا خانه منه اینجا که رفتی باز مال مکانو طرف کتل اونجا که وقت مخوره دور که شد دیگه دور که مخوره خاموش هم خوبه دیگه نزدیک باز اینجا چند نفر هستین دمی خود می خیمه چند نفر میشین دمی خیمه هستین اینطور 5 نفر 6 نفر آره دیگه باز اینجا امی اشتکا که می مکتب درس چیزا نی دیگه نه هست مکتب مور اینم تگا مدت پیدا مور بشه از پیدا می خب چند ساعت راه تا اونجا امروزی سر 1 ساعت راه از سر کنیم ساعت 1 ساعت راه اونجا مور مکتب میخون پس آره عزیز سرم تو روی است 1 ساعت مور بشو از اون سر کوتاه هم است گرم میشه کنیم ساعت 2 ساعت میه نره خب مکتب موره خوبه دیگه مکتب هم خوبه نه مکتب موره دیگه باز اینجا ماجد ندارین دیگه نه اینجا ماجد نداره اونمو در روز آشای خودم یک خیمه میری میزنی تو خیمه خواندن میکنی نظر خود میکنی دیگه اینجا ماجد نداره باز چیز نظر منید نظر این تا کس خدا است بعضی گوسپند بعضی بوز بعضی بره بعضی که نظر بیچاره برین روغن میکنه شله از که زیاد میشه آره نه کس قمر واس خود دیگه در اینجا باز زیادتر همی ماست و قیماق و اینمی چیزا دیگه هست دیگه آره من دو مایی که می اینجا فقط از ما ماست و قیماق و قرود و اینمی قلقم تو سرای می اینمی قرود من تر و نمو رو میخره مو برا سری 17 ساعت 18 ساعت اونجا مو برا مردمایی که بندامیر مور اونا میخره اونا اینجا اونجا مو برا اونجا مو برا از ما اینمیه دیگه بعضی هم چکه هم تو مو برید قرد کدانه میل اونجا مو سودا میکنه خوب یعنی اینجا میون یک چاندان باره ای که در استگاه مو بادون مو سودا میکنی مصرف میکنی بازی گاو گوسفند شما دامون در کوه دیگه کوه اره شاورز گوسفند مو چوپو داره گاو مو چوپو نداره خود چی موره روز نموره چاشت میامد گاو شیریمو باز که کش کدی پس موره باز بگاه میه شاو یه گاوی جریمون که نرگاه مرگاه واکدیم بنده شاورز استید نمیه باز چطور اینجا خودون شما که مین کشت زراعت هم خودی سرسبزی و دیگه گاو مال اینجا خوبه نه؟ اینجا خوبه ره گاو مقاید است اون گاو مقاید کشت کار مردم است کشت کار مخوره بیرکاری میکنه اینجا میان آزاد کشت کار نیه آنها سبای اینجا مورو بیگاه میه دیگه
خب باز از اینجا که شما رفتین زمستان که دمو در چی مرین دیگه زمستان در تگاو خون از اینجا باز شیر و ماست و قیماق مبرین یا نه که در زمستان هم جمع منید نمید؟ زمستان روغن میگیری. روغن زرد. روغن زرد میگیری دیگه شیر کو دیگه کسی که زمستان مبگاو داره اون شیر مخوره نداره دیگه شیر کو نگاه نمیشه. قیماق نگاه نمیشه. یک قرود هم باز یا خوش کنه آدمایی که خانهش خوب تاره بای اون میله اون آدمایی که این تو کسی که نداره کن بشه روی دیست اون مور سودا میکنه در گشتوخ کوشره میخوره در کالا میخوره. نره دیگه. آن رقم روزای دیگه. نه. اینجا سمس تندور هم داره نه؟ این تندور میکنی میین این تر بار که ما در کسی این جایش معلوم هم خیلی میخواد جای خود خود میزنه. نره دیگه سمس مشخصه اینجا. آره مشخصه. خوبه دیگه کاکای جان. خیلی خیر بینگیری خیلی دیگه تشکر. خیلی خوش آمدین. نان شما هم خیلی مزه‌دار بود. نوش جان شما. همین نان تندوری علم تمام شد. آره. یک چیز طبیعی است که در جای پیدا نمیشه. آره. یعنی می دو ماهی که من منج می دو مار فقط این بار دو تفریح. نره دیگه راست. این تفریح من منج آخری این یک دو مار گرم وقت که بس تگاوم پاشاده رزیقه. با نال کینج سر شد مریم تگاو خون. نره میالم یخش ده نه؟ خیلی سرد شده. خیلی سرد شده. خوبه دیگه کاکای جان بخیر بشه. خیلی خوش آمدین. خیلی خوش باشی. خیلی خوش آمدین. زنده باشی نزدیک چند خوش آمدین. دزمایشتین. خب بیننده های عزیز داخل برنامه رسیدیم دیگه. بازم تشکر از اینکه ما رو تا آخر برنامه دنبال کردین. امیدوار هستم که از برنامه ما لذت برده باشین. خدا نگهدار.